رابطه با خراسان. اینجا بس حقوق قوم سادات است، قوم شریف سادات است. دولت ما آمده و قوم شریف سادات در یک چارچوکات به عنوان یک قوم اساسی داخل افغانستان ذکر کرده. خیلی هایی که دین روز واژه افغان واژه قومی میدانستند، امروز آمدن و یخن سادات گرفتن که تو چرا واژه هویت مرا به اصطلاح قبول نمیکنی. برادرای سادات ما را توهین میکنن. تویی که عدالت خواستی، عدالت خواه پلاستیکی نباش. امور رقمی که خودت واژه افغان قومی میدانی و میگی که افغان یعنی پشتون، پس ایره بفهم که به اصطلاح هزارم یعنی هزاره، سادات هزاره نیست. و سادات یک قوم مظلومی است که در میان 4 قوم متلاشی شده، یعنی تجزیه شده، در بین پشتون، در بین تاجیک، در بین به اصطلاح هزاره و یا در بین ازبک. باید این اقوام هویت داشته باشند. چرا این بس مهم است؟ ایره باید آویزان گوش خود بکنه. هر قوم داخل افغانستان باید هویت خود داشته باشه. چرا؟ چون که دولت افغانستان سهمیه بندی است. در کنفرانس بن خائنین رفتن اونجا و نظر به جمعیت یک قوم آمدن حق و حقوق گرفتن. مثلا میگن رئیس جمهور مثلا پشتون باشه، معاون اولش تاجیک باشه، معاون دومش هزاره باشه یا فلان. این به خاطر چی است؟ این به خاطر سهمیه بندی است. او کسایی که رفتن در سال 2002 در کنفرانس بن اینمی خیانت مرتکب شدن. آله چرا از سیدها، از بیات و یا قزلباش و یا سایر اقوامی که بسیار کوچک هستند و یا در حد عمده حل شدن در بین اقوام دیگر، یک وزیر ما نداریم؟ چرا نداریم؟ دلیلش واضح و مشخص است که چوکی های دولت افغانستان نظر به سهمیه بندی است. اینال سعی کنین من یک لیستی را براتون میخوانم. من دوست دارم حقوق سادات و بیات و قزلباش در اینجا من ببینم. بسیار سپاسگزار میشم اگر شما مد نظر داشته باشین و بگوین. در حکومت وحدت ملی افغانستان، حکومت یعنی طرف مقابل یعنی تیم اشرف غنی، 38% پشتونها حق دارن، 31% تاجیک ها حق دارن و 19% هزاره ها وقت دارن و چیز حق دارن و همچنان 4% هم سایر اقوام. اینجا حق ازبک، سادات و بیات کجا هست؟ سادات یک قوم 2 میلیونی داخل افغانستان است که با نظر به یعنی که تذکره‌های الکترونیکی توزیع شود و نفوس شماری این جایگاهش در جایگاه قوم دوم افغانستان است. و همچنان در تیم دکتر عبدالله، در تیم دکتر عبدالله 50% تاجیک‌ها حق دارند و 25% هزاره ها حق دارند و همچنان 17% ازبک ها ببخشید پشتون ها وقت دارن و 8% هم سایر اقوام. اینال لطف کنین برادرایی که میاین و گپ از عدالت میزنین، خب عدالت باید بر همگی خواسته شود. من همیشه عدالت خواهی کردیم بدون از اینکه طرفداری از قومی بکنم، فقط سر واژه‌های تاکید کردیم که به نفع تمام اقوام افغانستان باشه. برادر عزیز، سادات انسان هست یا نیست داخل افغانستان؟ بیات انسان هست یا نیست داخل افغانستان؟ سعی کنین برادرای عزیز، اینمیال هویت که تحمیل میشه خو یک قوم باید از قوم دیگه طرفداری هم بکنه. مثلا من مثال واضح میزنم. در تذکره های برادرای قزلباش ما چی نوشته است؟ امروز نوشته است هزاره، هویتش به نام هزاره است. وقتی که جنایت افشار میشه، نه تنها برادرای هزاره ما که مردم بیات قزلباش ما هم غمشرکی نمیکنن، بر از اونا دادخواهی نمیکنن، میاین و اسقاط میشن در کنار به اصطلاح قاتلین مردم افشار و عکس قاتل مردم افشار حمل میکنن این طرف او طرف. و این یک جنایت بزرگ است. یعنی نه تنها که با قزلباش همکاری نمیکنن، بلکه در یک جبهه که دشمن مردم قزلباش میرن یک جا اسقاط میشن و شعار بلندی را سر میدن. آیا این واژه به نام انسانیت هست و یا نه؟ پس چگونه شما که میخواهید هویت یک قوم داشته باشید؟ من گپ مزی است نیست که چون دکتر منظور شما از این، ببخشید بین کلام شما آمدم، دکتر منظور شما از این که هزاره در کنار قاتلین مردم قزلباش می ایستند مشخصا میتونین اشاره کنین؟ بله مشخصا واضح است که داخل شما داخل بعضی از گرد همایی‌های به خاطر عبدالعلی مزاری گرفته میشن. میتونین برین عکس جنایتکارای تاریخ ببینین. سعی کنین
ما همیشه در عرصه لایو رفتن خود، در عرصه مبارزه خود از تمام جنگ های داخلی انتقاد کردیم و جنگ های داخلی نه قهرمان دارد و نه کسی که چیز بانی یک قوم میتونه باشه. همگی جنایت کردن و همگی محکوم هستند داخل افغانستان. مسعود فرماندهی جنگ افشار به عهده داشت و داخل افشار جنایت فجیح‌باری را مرتکب شد. امروزه در سالگیره عبدالعلی مزاری که میای به اصطلاح شیعه گفته هویت خود سر دیگران تحمیل میکنه، ببینین که عکس مسعود نصب میشه و یا در جاهای دیگه. آیا این انسانی است و یا خیر؟ از اینکه واضح‌تر اگر بگویم ما براتون واضح‌تر هم میسازیم. یعنی منظور شما این است که آقای عبدالعلی مزاری قاتل است؟ برادر عزیز، تمام شما فکر کنم منظور مرا اصلا متوجه نشدیم، ولی خوب است که سوالتانم گرفتیم. شما میگید هویت، شما فرمودین دکتر صاحب، شما فرمودین که شیعه بودنشون رو بر دیگران تحمیل میکنن. آیا ما شیعه بودنمون بر کی تحمیل کردیم؟ عزیز، شما فکر کنم یه سری از مشکلاتی رو دارین. من گفتم شیعه گفته هویت خود، هویت قومی خود تحمیل میکنن. گوشایتان رو لطفا مسواک بزنید. به کی تحمیل کردیم ما؟ به قزلباش، به بیات، به سادات. امروز جنگ شما با سادات، با قوم شریف سادات به خاطر چی است؟ به خاطر چی به سادات توهین میکنن؟ به خاطر که رفتن و تذکره به نام قوم خودشان گرفتن. غیر از این است؟ من صدای شما رو درست ندارم آقای دکتر. بفرمایید. ما شنیدیم مقصد. اگر غیر از این است بفرمایید. بله؟ من شنیدم. الان بفرمایید دکتر صاحب، الان بفرمایید. من هندزفری زدم، بفرمایید. گفتم اگر غیر از این است میشنوم. آیا در تذکره قزلباش، بیات، سادات و امثال هم هزاره ذکر نیست و امروز سادات چون هویت خود گرفته در تذکره نام از او است و به عنوان یک قوم مستقل، یعنی به عنوان قوم سوم افغانستان میتونه چوکی های وزارت و دیگر به اصطلاح به اونا برسه. به اصطلاح این چیزی نشده که برادرای دکتر صاحب اولا این برنامه موضوعش اینیه خب، و دوما موضوع از این برنامه تصفیه بین قزلباش و آذرنیه. سه، ما خواهش دارم که روی موضوع برنامه صحبت کن و دوما این که برادر این قضیه که چی صحبت نکن، خواهش نمیکاره نکن. مجموع یک بحث عمده سعی کنن. شما باید مجموع گپ بزنین. چند دقیقه پیش در رابطه با واژه خراسان بود و بحث خراسان بود، هیچ مشکلی نبود چون یک بحث جداگانه بود. حال در حساب از اینکه حق حقوق سادات اینجا مد نظر گرفته شده، از بیات شده، از قزلباش شده، این خارج از برنامه است. به نظر شما آیا این انسانی است؟ ما در کنار برادران سادات بودیم است. چرا در کنار برادران قزلباش شما نیستین؟ چرا در کنار برادران بیات؟ در کنار همه هستیم. من نمیگم که اینا در کنار همه هست. استقلالیت خود از یک قوم بگیرن. در کنار همه هستین. بله، پس دادخواهی بکنین برای همگی. باید سادات هویت خود پس بگیره. بگذارین دیگران صحبت کنه برادر. شما دیگه گرفتین اینجا محکم. لنگرهار اونجا. بسیار عالی دکتر صاحب، نظر شما رو گرفتیم. باز که نوبت رامین صاحب کدام گپی کدام چیزی؟ نوبت ماست برادر. پروانی صاحب بفرمایید. آقای پروانی لطفا شما یک کم صحبت دارم، پایین نشین لطفا. من منتظر. من هستم بچه‌شم من هستم. وقت همه عزیزا بخیر و انشالله که همه که خوب صحتمند باشن. شما دوستایی که در پنل هستین، شما عزیزایی که من تصویر خود اعلام میتونم و همه عزیزایی که مرا شما بله دوستا صدای من رو دارین؟ پروانی آقای بهرامی لطفا در رابطه با موضوع صحبت بکنیم، بحث بکنیم. جنگ‌های اگر در کدام راه دیگه رفتین با هم دیگه درگیری داشتین اینو تصفیه نکنیم. امیر در رابطه با موضوعی که اصلا اگر دیدگاه دارین ما در خدمتتان هستیم. فقط بگو آقای بهرامی پیشتر شما رسما دفاع کردین، بعد میای خودتان هم یک عدالت خواهم
خب سجادی صاحب نوبت من چرا به دیگران میتی؟ سجادی صاحب نوبت من چرا به دیگران میتی؟ ما صحبت پروانی صاحب بذار پروانی صاحب اجازه ندارم من اینجا صبح تا نمیتونم حرف بزنم. خونه هم شما مستقیم سوال میکنید از اونا مجبور است به شما جواب بده باز نوبت من میره. بفرمایید. بفرمایید پروانی صاحب بفرمایید. من کسی فکر میکنه سوال جواب بده نداشتش. خب من نمیفهم که ها مانده شوالی سیاه هست نیست به کسایی که به عقاید مردم باور ندارند و ما از قرآن آقای پروانی رفتم جان پس میان. آقای پروانی چرا قاطش تیز است حوصله کنید. حوصله کن. کجا رفتیم قربان شم هستم. ما در رابطه با موضوع برنامه خود ما دیدگاه علمای دینم داشتیم، از مردم هم داشتیم، اما برنامه صاحب یک ذره من بحثا میگذارم از گپ. آقای پروانی بفرمایید. من تیرم ز گپ زدم. خواهش میکنم چرا تیر. من به همه عزیزا سلام میگم، امیدوار هستم که خوب باشن. من دوستایی که مجبور است مرد تحمل کردن نکنده مثل آقای اخصوص که در پایین کامنت گذاشته بودن که من دیشب در گویا در کامنت فروتن گند داریم و صحبت کردن بلد نیستم و ابری اینا رو بردیم. برادر بزرگوار من به نمایندگی از سادات جای صحبت نمی کنم و اگر جای هم صحبت کردیم انشالله ایره خلق سادات بله شما ما اجازه بتین که ما یک دقیقه نفس بکشم. خیر از باستان‌های شخصی بکنین، گله گزاری‌ها شخصی بکنین لطفاً. خواهش میکنم اصلا روی برنامه گپ بزنین. خواهش میکنم. اینجا نمیفهم که میزبان که است مهمان که است ما کلا گیچیم. به هر صورت ما در لایف فروتن میریم حق صحبت نداریم. زود لایک ما رو بسته. همین موضوع برنامه را دوستان اگر روی موضوع برنامه گپ بزنم ما خو موضوع برنامه را نفهمیدم. یک دفعه نفهمیدم که تابال نو مسلمان تازه مسلمان شده او را بالا میره که به قهرمان ملی تاخت تاس کنه. موضوع برنامه گد ود از موضوع برنامه ما رامین جان از این بابت من به عنوان مجری و اجرا کننده معذرت میخوایم. نه خیر ایجا ما فهمیدم گپ چیست. موضوع شما چیست؟ فهیم عزیز از خودت توقع نداشتم. لایو تو لینک در سر نداره. تو کسی را آوردی که 4 سال متواتر است به قهرمان ملی توهین میکنه او را تو شخصا بزده. آقا ما چی آقا رامین جان ما چیز خبر داریم پیشانه زوکنیه کی ما سایکو نظری عزیز ما ای لایفا را تو پشت روی کردیم. ما میفهم که گپ چیز در سر برنامه لینک نبود که تو را بگی والا من نشناختم کیار او شخصی آورده شده بود که با قهرمان ملی توهین کنه و کل تمام کسایی که امروز در فیسبوک یک روز هم تیر کرده باشه این سگ سیاره میشناسه که همیشه آمده به قهرمان ملی، همیشه به مزاری، همیشه به کسایی که گذشته است آمده این خبیث توهین کرده. ما ویدیوهایش دارم. ما معذرت میخوایم. حتی ویدیوهایش دارم که تازه در چتروما مسلمان شده. شما او رقم شخصی دعوت میکنه میاره به خاطر قهرمان ملی توهین. این خو یک دونه نه فهیم عزیز این خو یک دونه 100 دونه سگ سیاره بری قهرمان ملی از آقای رامین جان قبولانده و سلام. وقت خوش از شما توقع نداشتم. بخیر باشه. رامین جان رامین رفت دوست عزیزم یک دقیقه خدا داد نظری یک دقیقه لطفا صاحب مایک تو ببند. آقایون صدای مرا دارید؟ بفرمایید. بله بفرمایید. فکر کنم اینترنت شما دچار مشکل است آقای سجادی. از شما اینترنتتان دچار مشکل است. فکر کنم مشکل دارد اینترنتشان. خب به هر حال آقای پروانی میخواست گپ بزنه. بله من صحبت میکنم. پس من صحبت میکنم باز دوستا صحبت کنن. من میرم کار دارم. بهرامی صاحب صدای شما رو من میشنم از پشت لایو اگر خواستید من میباشم. به هر صورت ببینید دوستای عزیز گرامی آقای پروانی در مسنجر باید صحبت میکنه در موضوع برنامه صحبت میکنه. بسیار خوب.
بسیار خوب. ببینین گرامی های امشب من راست شب بگیدم موضوع برنامه رو نفهمیدم ولی نشته است. آقای نظری کدام گپ نزده برادر. شما اینترنت تان مشکل داره، صدا را دیر میشنوین، صدا دیر میه. شما بفرمایید آقای پروانی. بله خدمت شما عرض شود که من دیشب رفتم از به نمایندگی از سادات نرفتم، به نمایندگی از شخص خود رفتم و تانستم دفاع کردم، نتانستم اشتباهی کردم. او مربوط خودم میشه و اگر کسی مشکل داشته و شخصی با هم مشکل داشته باشه. یک دومی که فرومایه دیشب یک چیز را از زبان من دروغ به پیش مردم پخش کرد که آدم گویا به مزاری گفته جنایتکار و قاتل. من اون ویدیو را کسایی که آدمای عاقل است بالغ است برای دوباره ویدیو را چک کنم. من با آقای مزاری یک چنین چیزهایی را نگفتیم که اگر بگوییم ما مردانه ساد میشم. من صحبت من کلشی بود که روی آقای رحمتی آمد، والی بامیان آمدن. من گفتم که آقای علی رحمتی اگر بد است، اگر تروریست آورده در بامیان، هر غلطی کرده که به قوم سادات بر نمیگرده که شما او رو به قوم سادات ربط میدی. اما آدم هر کسی که است از او یکی از قماندانای جنایتکاری آقای مزاری است. من این رقم گفتم که آقای رحمتی را گفتم اتفاقا که قوم ما است به لحاظ قومی. اگر شما فکر کنین که او آقای علی رحمتی واقعا جنایتکار است، در بامیان بسیار جنایت ها کرده و از خود سیدای خود کشته، از ساداتای خود کشته و چرا داره با آقای مزاری او ویدیوش موجود است. بعد فکر میکنم تنها به همین دلیل آقا رفته به قول دوست ما رفته پیمان شکسته و شروع کرده و هر چی که در دانش آمده گفته که اگر ما ویدیو رو براتون پیدا میکنم، ویدیو رو ثبت کردیم، مخویس از فیسبوک خود پاک کرده، ما ویدیو رو ثبت کردیم، ویدیو رو براتون میفرستم که ما دقیقاً چی گفتیم. این از این که کسایی که برداشت اشتباه کرده بود، ما در مورد آقای مزاری حرفی نمیزنم چون تعهد کردیم که کسی که به رهبر همدیگر توهین نمیکنه به قوم همدیگر توهین نمیکنه تمام شد رفت. و من بر سر عهد خود بودم. ما این عهد شکنی را هیچ وقت در طول تاریخ و جد و اجداد خود نکردیم و از بعد هم نمیکنیم. ولی دیگران که شکست ما هم شکستیم از این بعد شروع است ان شاء الله. دیگه زورکان میکنه کسی که در پیشنن لایف بگیرن 5 ساعت 10 ساعت، دیگران 10 ساعت گرفت ما میشینیم 11 ساعت لایف میگیریم. چی مشکل داره؟ بیا از اینترنت هست دیگه. بیا از زمان جنگ و جنگی و تفنگ بازی گذشته، زمان زدنک گذشته، راه فیسبوک است، راه گفتمان است، راه صحبت است. پیشنن کلا که تحلیل خود بکنه، مردم قضاوت بکنه کی چی کار کرد کی نکرد. دیگه باز آقای شوالی سیام اگر آمده در لایو سادات اگر چیزی میگه از آدرس شخص خود میگه، از آدرس سادات نمیگه. هر کسی با او صحبت شخصی داشته یا نداشته و از طرف سادات او از طرف پشتونها آمده سادات حمایت کرده. بله صدای شما رو داریم. یک لحظه ساکت باشین. ببینید ما آقای علمی آدم به نام دکتر شوالیسیا رو ندیدیم. اولین بار ما در برنامه دیدیم. میگیره نمیشناسم والله که من یک تا ویدیو زیرا تا دیده باشم. ما اصلا کار ما مردم کار دینی مذهبی است، ربطی با این برنامه سیاسی نداره. و آقای خب چه کسی لینک برای فرستاده بوده؟ حالا حوصله کو برادر، خدا عقل منطق چیزی به نام منطق در اینجاست یا نه؟ برو در پروفایل ما دمی پایین شو، برو در فیسبوک من پروفایل برو در موجه لایف اسای کو تایمش زدگی است که چه وقت لینک برنامه افتیده در برنامه. بفرمایید شوارلی چه وقت آمد، در کدام دقیقه آمد، در کدام دقیقه لینک در برنامه پینگ شده. امثال آقای من به هیچ کس لینک رای نکردیم، فقط به تو رای کردیم یک چند تا دوستایی که مهمانای همیشگی هستن میارم دیگه. آقای کلی که خودشون میه یک نفر دیگه مال زیر پر از نفر است. من یکیشون رو من که شما گپ میزنم، موبایل دیگه من گل شد. یه ذره خداوند عقل منطق داده که استفاده بکنیم. آقای نظری با منظورم خداداد نظری نیست، رامین نظری یعنی رامین تاجیک. آقا من میدونم چی گپ آقا جان، ما برنامه ماندیم، موضوعش هم مشخص است. جواب دندان چکن برای کسایی که به عقاید دیگران باور ندارد. عالم دین آوردم تحلیل کرد، توضیح داد، صحبت کرد. آقای یک دقیقه فاین جان ببخشید من یک اشاره بکنم. این برنامه لایف آقای محمد جواد حسینی پیروانی کامل روشن کو ببینیم تا بازگل کن. باز نرم تا بالا. هیچ کسی
ضمانت کسی را نمیکنه. هر کسی که در نه لایف آقای میآید چی از نام شخص نامتون چیسته؟ خودش گپ میزنه. اجازه بدید. سید سجاد آقا گو بله. برادر، من لینک برنامه را تقریبا 1 ساعت پیش در برنامه انداختیم. پین کم شده، ما رو پین کردیم، لینک انداختیم. بله ما موضوع استفاده کردم. ببینید تایپ کنم خدا کلگیتون عقل داده. بله ما از استفاده کردم. حالا من یک چیز میگم اینجا برادران. میشه ما صحبت داشته باشیم برادر؟ بله برادر نوبت ماست قربانتان شم. نوبت ماست. بفرمایید. سر آمدم برادر. نه خب من وسط صحبت های ما اینا گفتن که شما بله ببخشید شما ای ازی که در قسمتی که او آقا امروز شروع کرده در مورد من ندیدم دقیقاً که چی گفته نگفته، ولی شروع کرده یک استگام رفته به نام یک لایو گذاشته به نام پروانی خر و نمیدانم فلانیگه که سادات و رقمی یک لایو گذاشته بود. آقای پروانی بله آقای پروانی بله دیدم عزیزم دیدم سیف ایرا من خبر ندارم. من خود دیدین که من نو آمدم در لایو. آقای پروانی صدای ما داری؟ من خودم ببینین بله من خودم در لایو نو آمدم. ایرا آقای تاجیک گفت که جای لینک گذاشته نشده، به او خاطر من گفتم وقت ندادیم لینک رای نکردیم. بله به هر صورت ما میگذاریم این موضوع که آقای تاجیک حتما متوجه شده که میگن که او پین شده بوده 1 ساعت قبل. خدمت شما عرض شود که مشخصا من روی قومیت میم در مورد هیچ کسی دیگه صحبت نمی کنم. من هرگز به رهبر کسی به قوم کسی توهین نکردیم و نمی کنم و نخواهم کرد و حتی مثل دیگرها اگر 100 تا فیسبوک فکرام داشته باشیم بازم آنقدر تربیت و ادب شدیم و در خورترکی گوش ما توسط پدر ما کشیده شده که به کسی اصلا حرف نزدیم تا هم کلام نشدیم آقای پروانی. بله به هر صورت من ای خدا سادات یک قوم هست، یک قوم بود، یک قوم خواهد بود. هیچ کسی نمیتونه حذف کنه، هیچ کسی قادر به این نیست که حذف کنه. کسی قادر نیست یک قوم 2000 نفری را حذف بکنه، چه برسه به قوم سادات که ادعای میلیونی دارن و انشالله این ادعا به واقع تبدیل خواهد شد بعد از اینکه شناسنامه الکترونیکی به صورت کامل پخش شد. آقا صاحب من اجازه بدین صدای شما بسیار قطع و وصل و دیر میرسه. ادعایشان اثبات خواهد شد که اینا واقعا یک خلق میلیونی هستند، 2.5 میلیون حداقل در یک کشور نفوس دارن. اینا عملا بوده یک تعداد بیم گرفته که خدای نکرده امی قدرت به 5 زل تقسیم نشه و از 4 زل و قدرت 4 زلی به 5 زل تقسیم نشه و یک تعداد بیم گرفتن شب و روز تلاش میکنن به یکی نصف به یکی بچسبانه نصف به یکی بچسبانه. برادر ما هستیم، عملا حضور داشتیم در 100 سال قبل در تذکره اجداد ما سادات نوشته بوده. 20 سال قبل یک 4 دان آدم به نام رهبر از نمایندگی ما رفت، به خاطر مصلحت‌های مذهبی بوده، حزبی بوده، هر چی که بوده نام قومیت ما رو در قانون اساسی ذکر نکردن، ولی واژه و غیره در قانون اساسی وجود داره که استر محکمه افغانستان حکم داد که در و غیره میشه اقوام باقی مثل بیات، خلیلی، پامیری، سادات همه اینا در واژه و غیره میشه تفسیر شود. بعد از او حکمش داده شد از طرف حکومت مشروعی که همه گوره قبول کرده، هم خراسانی قبول کرده، هم مزارستانی قبول کرده، همگی هم حکومت قبول کرده و حکمش در تمام جای میچله. اونم حکومت هم یک حکم داد، تمام شد رفت و این سادات از قبل هم سادات بود، بعد از در دیتابیس تذکره الکترونیکی هم ثبت شد و کسی که بخواد 1000 تا سر و صدا کنه، 1000 تا دو و دشنام بزنه، 1000 تا انگ خیانت و جنایت و هر چیزی که با ما بچسبانه، ما همون سادات هستیم، سادات خواهیم ماند. بچهای سادات، تحصیل کرده سادات، الحمدلله سادات امروز
ده ها داره، دکترا داره در رشته های مختلف، نویسنده ها داره. همین کسایی که دعای فارسی دارن، بیاین یک دفعه شما را به خدا ببینید که همین سادات به زبان فارسی تان چقدر خدمت کرده، چقدر نویسنده ها و شاعرها داره که مدعیایش نداره، همونقدر نویسنده های خوب در بین خود. در همو کشور، در همو خاک چقدر اینا کمک کرده، چقدر در راه صلح، در راه جلوگیری از خونریزی ها از قدیم تا امروز. آخرین شخص شهید مصطفی کاظمی بود که آمد تمام رهبران را در دوره دموکراسی آورد یک جای کرد، در زیر یک چتر. اونایی که با هم جنگیده بودن، خون هم قوم هم دیگر ریختانده بودن، همین شهید کاظمی آمد تمام رهبران را زیر یک چتر جمع کرد که بالاخره نتونستن ببینن، شهید ساختن. این مردم حضور داشت عملا در عرصه سیاست، حضور دارن در عرصه علم، حضور دارن در عرصه بزنس من دارن، بزنس وومن دارن، دکترا دارن، ورزشکار دارن، عالم دارن، سکولار دارن، فدرالی دارن. به هر شکل که شما بخواین مردم حضور خود تثبیت کرده. بخواین و نخواین، تحصیل کرده های سادات، جوان های سادات تصمیم خود گرفته که بینان قوم باشه. هر کسی از هر ملیتی که مشکل داره با یکی، دوستای من مطمئن است اکثرشون مشکل نداره، این مردم تصمیم خود گرفته که بینان یک قوم ثبت باشه، راجسر باشه مثل گذشته و این به هیچ کس ربط نداره. حق قانونیشان است، حق شرعیشان است، حق انسانیشان است و هیچ کسی نمیتونه از اونا سلب بکنه. قانون اجازه داده، شرع اجازه داده. علوم اجتماعی شما اگر مطالعه دارین، جامعه شناختی اگر مطالعه دارین، شما یک دفعه برین تاریخ تشکیل اقوام بخوانین. قوم تاجیک چگونه به وجود آمد، قوم هزاره چگونه به وجود آمد، قوم پشتون چگونه به وجود آمد. خب در طول تاریخ اینمی اقوام آمده و اگر نه شما یک دانه منبع 2000 ساله پیدا کنید که یکی از اقوام در ذکر شده باشه، نیست. خب چون این اقوام در گذشته به یک نام بودن، آهسته در طول تاریخ به نام‌های دیگه تغییر یافتن، چندین قوم شدن. ممکن است که اینا ترک باشن، تمام اقوام از ترک بالاخره آمدن در مسیر تاریخ اینا به هزاره و تاجیک و قزلباش و اینا تقسیم شدن. من متاسف به این هستم که هنوز بیات‌ها و خلیل‌ها زیر سیطره ما مانده، زیر سیطره دیگر اقوام ماندن. باید او حکومت یک حکم دیگر صادر بکنه برای قوم بیات، برای قوم خلیلی، برای قوم پامیری، اقوام دیگی که مانده و دوست دارن بینان اقوام جداگانه شناخته شود و هر کس حق داره به سرنوشت خود تعیین تکلیف بکنه. همین بزرگوارایی که میگه چرا به احمدزی و استانیزی تقسیم نمیکنه پشتونها را، اگر احمدزی ها تصمیم بگیرن خودشان بخواین که ما یک قوم تنها احمدزی میخوایم باشیم و پشتون نمیخوایم باشیم، اشتباه کنه اشرف غنی که او را ثبت نکنه. نخواسته یک نفر شما احمدزی دیدید که بخواد که به جای پشتون به قومیت خود احمدزی بزنه؟ ولی ما خواستیم. شما فرض کنید که اشتباه، درست، نادرست به اونا کمک شده، به سیاستشان کمک میشه نمیشه، با ما هیچ ربطی نداره. برادر ما هویت خود با هیچ چیز معاوضه نمیکنیم. به خاطر خراسان خواهی باشه، افغانستان خواهی باشه، افغانیت باشه، به هر چیزی که باشه ما مبادله نمیکنیم. سادات 1400 سال میشه هویت سیادت است، سادات است، در تمام دنیا به نام سادات شناخته میشه. در هر جای جهان اسلام شما برین به نام سادات میشناسه ولی به نام اقوام دیگه نمیشناسه. ببینین ما اگر کمک میشه به سیاست فاشisتی اشرف غنی هم خوب میکنه، اگر نمیشه هم خوب میکنه. سادات به عنوان یک قوم باید وجود داشته باشه. خدا کنه که 10% اقوام دیگه جدا شه، 20% اقوام دیگه جدا شه، با ما هیچ ربطی نداره. یک تعداد دوستا تا دیروز میگه شما اندازه انگشتای دست من نیستین، امروز ور خطاش که حالا 5%، 2%، 3% ما تقسیم میشه، از هر طرف ما جدا میشه. اینا یک قوم دیگه به نام 7% و 10% اینجا پیدا میشه. اینا ادعا میکنه فردا روز باز بیا به اینا وزارت بده، باز بیا به اینا چوکی بده، باز دغم اینا میمونه، ما دغم 4 قوم دیگه موندیم. اجازه بدید من صحبت رو کنم. من خودم جانم بفرمایید. پروانه صاحب هم زمان برنامه طولانی شده، هم دیگر عزیزا بالاخره اینجی منتظره. ما چون با زبان ایرانی که صحبت کردیم، آقای بهرامی عزیز گفت که ایرانی رو چی غرض و از این گپا عرض کنم، بعد یه هنگ دیگر هم به ما چسبون.
یک خواهش که هستم این وقتی برنامه چون طولانی شده کم کم همین برنامه رو جنبندی من یک دقیقه دیگه خیلی صحبت میکنم خلاص. من یک دقیقه دیگه صحبت میکنم جنبندی میکنم بازم میرم. بله. یک دقیقه من صحبت کنم. بله. تلفن‌هایم خاموش شد، موبایلم در نیکف از داغ آمد از موبایلم اینترنت دادیم در کامپیوترم، همه چیزم داره به هم. الان ما هم دشار زدیم. چشم یک دقیقه. آقای نظری عزیز یک سوال از خود آقای نظری داشتم. بفرمایید آقای نظری عزیز، شما الان به زبان فارسی صحبت میکنید درسته؟ به زبان فارسی هم صحبت نمی زبان به نظر نه سواله تاجیک ها هم به فارسی صحبت میکنه، شما هم به فارسی شما هزارها صحبت میکنیم، ما هم سید فارسی صحبت میکنیم. شما چرا اگر